عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. دوستان ما امروز در یک پارک رفتیم که این درخت دیدیم، بعد هیچ نفهمیدیم که چی هست، میوه است چی هست چی نیست. گفتیم یک ویدیو گرفتیم که شما شریک کنیم، شما در کامنت نوشته کنید اگه فهمیدین که چی هست چی نیست که ما بفهمیم. تشکر. یک دونه زیر پوشش کنیم که چی نخوام سخت نرم شما دوستان ببینید. میوه و ریسته داره. ما خود نفهمیدیم که چی هست ولی خیلی رنگ قشنگی داره. دوستا اگه فهمیدین که چی هست در کامنت نوشته کنید. او که بوده رنگش نارنجی بوده، گندگار پیدا کردم رنگش سرخ هسته. اگه فهمیدین دوستای چی هسته، چی میوه است چی هست چی نیست، در کامنت نوشته کنین که ما بفهمیم چی هست. سرکنی سرخ است، دیگهش که هست نارنجی هم میبینین. ما خود نفهمیدیم چیه که خوردنی است چی هست. شما اگه فهمیدین در کامنت نوشته کنین که ما بفهمیم چی هسته. یک دونه زیر پوشش کنیم که چی نخوام سخت نرم شما دوستان ببینید. میوه و ریسته داره. ما خود نفهمیدیم که چی هست ولی خیلی رنگ قشنگی داره. دوستا اگه فهمیدین که چی هست در کامنت نوشته کنید.